خب دوستان گرامی، یک سوال دیگر هم وارد شده است. نفر با نام میخائیل: سلام استاد، آیا پیمان ملی یا خود شما یگان برنامه درباره گذشت از خط کنونی به یگان خط جدید دارد یا هست در پیمان؟ ما تاجیکان در کل یک عصر گذشته تا رفت غلام شده ایستادیم. فکر من ما تاجیکان به خاطر حرف کریلی داشتنمان باز عاجز و ناتوانتر گشتیم. تشکر. خب دوستی گرامی، مسئله خط، بازگشت به خط دیگر یک مسئله بسیار پیچیده و وزنین است و من بارها در این باره نظر خود را گفتم، شاید 2-3 مرتبه، که درباره خط چی فکر دارم و حالا یک بار دیگر تکرار میکنم نظر خودم را. من با شما کاملا موافق هستم که خط امروزه ما که خط کریلیک است یا سیریلیک به هر شکلی که میگن، بعضی ها اون را پیریلیک هم میگن به خاطر آنکه وقتی پارسی با کریلی نوشته میشود یا با سیریلیک این میشود خط پیریلیک. و تا کجا این خط به درد ملت ما میخورد و ملت ما را به علم، به فرهنگ، به تکنولوژی معاصر آشنا میکند؟ یک سوال بسیار پیچیده و مهم است. یک ظلم تاریخی که نسبت ملت ما شد و اصلا فرهنگ ما، علم، معارف، دانش را در ملت تاجیک به حد پایان ترین برد، این مسئله خط بود. ما را یک مرتبه از خط فارسی به خط لاتین گردوندن. مردمی که تا اون وقت با خط فارسی می نوشت و می خواند، حالا چند درصد بود در زمان امارت بخارا معلوم نیست، البته مشخص است که زیاد نبود، اما به هر صورت یک قشری تعلیم دیده و تحصیل کرده بود. اگر نمی بود ما صدرالدین عینی و بابا جان غفورов و احمدی دانش و سینا و اینا رو نمی داشتیم که اینا همشون با خط فارسی خواندند، نوشتند، ایجاد کردند. اما وقتی که این خط عوض شد، یک همون باسوادها هم بیسواد شدن، یعنی دیگر با این خط جدید نوشته و خوانده نمیتونستند و حکومت شوروی یک کورسای محو بیسوادی را با نام لیکبیز، لیکویداتسیا بیزگرابندستی راه اندازی کردند که در بین مردم با نام لیکبیز معروف بود و چند سال مردم را با خط لاتینی خواندند، آموزاندند. بعد یک بار باز مسکو تصمیم گرفت که به خط کریلیک برگرداند. نه از مردم تاجیک کسی پرسید، نه از روشنفکران تاجیک، از مقامات تاجیک، از ملت تاجیک کسی هم نپرسید و نمیپرسد و خط کریلیک را جاری کردند. مردم باز دیگه باره بیسواد شد. یک بار وقتی که از فارسی به لاتین گذشت، یک بار دیگر از لاتین باز به سیریلیک و باز مردم شروع کردن از نو خط جدید را آموختن و این 70 سال 80 سال شد که ما با این خط می نویسیم، می خوانیم، دانش می اندازیم، دانش رو می دیم به دیگران. اما ما را به کجا برد؟ یعنی حالا الان ببینیم که با وجود این 70 سال شوروی، با وجود این 30 سال زمان استقلالیت و با وجود آن که ما اکادمی علم ها داریم، دانشگاه های زیاد داریم، علم تاجیک در کدام سطح هست؟ دانش، معرفت تاجیک در کدام سطح هست؟ این خودش بیانگری آن است که آیا همین خط ما را به یگان جا میبرد یا نه. خط تنها یک مسئله خواندن و نوشتن نیست که ما با آن نگاه بسیار سبک و ساده و رویکی داشته باشیم. خط مثل یک وسیله هست، مثل یک دستگاه هست، مثل راه هست که ما را از یک نقطه به یک نقطه دیگر میبرد و توسط خط است که ما میخوانیم، مینویسیم، مکاتبه میکنیم. حالا با این خطی که داریم ما 9 میلیون تاجیکستانی، اگر 8 میلیونش تاجیک باشد، ما با زبان فارسی صحبت میکنیم، با خط کریلیک مینویسیم. ما را نه اون 300-400 میلیون فارس زبان دنیا میفهمد، میخواند، شاید گپ زنیم تا جای میفهمد، اما یک اثر علمی را، یک نوشته ما را اونا خوانده نمیتونن. و ما را همزمان باز این 300-400 میلیون روس زبان هم خوانده و فهمیده نمیتواند. دقیقاً برعکس باز ما نه خط فارسی را به حد بلد هستیم که بیایم آن اندیشه و فکر، دانشی که در جهان فارسی تولید می شود آن را بخوانیم، از خود کنیم، نه روسی را به حد کافی خوب می دانیم که بیایم
اندیشه، علم و فرهنگ و دانش رو از زبان روسی بگیریم. ما در همون طوری که تاجیکستان خودش در یک ایزولیاسیون جغرافی قرار دارد، ما نه راه بحری داریم و راههای به عالم وسیع هم توسط کشورهای مثل افغانستان و چین و این طرف شمال قرقیزستان و ازبکستان وصل میشویم که اگر کسی از اینا این راه را بندد، ما باز در انزوا قرار خواهیم گرفت. از لحاظ فرهنگی هم ما در یک انزوا قرار داریم و ایزولیاسیون شدیم و این ایزولیاسیون فرهنگی رو همین خط بالای ما آورد. حالا ببینید دوستان، بعضیا فکر میکنن که ما زیدی مثلا خط روسیه هستیم یا نه. من زیدی کسی نیستیم. من طرفدار ملت خودم هستم. دیده ایستادم که با این خط ما به بنبست رفته ایستادیم و روز به روز باز بدتر می شود. اگر ما حالا بگیم که باید برگردیم هرچی زودتر امکان دارد به خط فارسی، باز ما را متهم به آن میکنن که شما ایران پرست، ایرانگرا یا اینکه اسلامی، چون میخواهید باز مردم را به خط فارسی برگردونید، به خط بعضی‌ها میگن عربی اساس، در صورتی که این خط 100% خط فارسی است و خود عربی هم در زمینه خطی که قدیمی که در منطقه بین النهرین یا مسوپتامیا شکل گرفته بود با وجود آمده است. یعنی این خطی که الان خط فارسی هست، این ریشه های تاریخی در منطقه دارد و هیچ ربطی به عربی و به فارسی و به شومری و به اینا ندارد. اینا خط مشترک منطقه بود که بعد از طریق عربی باز برگشت به فارسی که فارسی هم در اون سهم داشتن، ایرانی اصلا سهم داشتن و حالا تبدیل شده است به خط ملی ما و طول بیشتر از 1000 سال ما با همین خط نوشتیم، ایجاد کردیم و بیسواد هم نبودیم. بعضیا میگن که خط فارسی ما رو باز بیسواد میکند. اگر که بیسواد میکرد، نه سینای بود، نه رودکیه بود، نه فردوسی و نه خیام و دیگر دانشمندان. امروز علمی که در ایران با خط فارسی تولید میشود، در متماتیکا، در کاسموس، در تکنولوژی، در دیگر علوم، در طب، کمتر از کشورهایی که با خط لاتینی می نویسند و تولید میکنند نیست. همچنین که ژاپن با خط ژاپنی تولید میکند، کمتر از انگلیسی نیست. همچنین که چین. یعنی وقتی که شما با یک زبان، با یک خط بیشتر از حالا حداقل 50 میلیون آدم میخواند و مینویسد و حالا 100 میلیون میخواند و مینویسد، شما معنی آن را دارد که این خط رشد میکند، این زبان رشد میکند، در یک محیطی کلان میافتد. اما یک خط، یک زبانی که با آن شما همگی 5 6 10 میلیون میخواند و مینویسد، هم زبانش رو کسی غیر از ما نمیفهمد، هم خطش رو، هم علمش رو، خب ما با این به کجا میرویم؟ چرا مثلا گرجستان که با خط گرجی می نویسد یا ارمنستان هم که با خط ارمنی می نویسند، هم زبانشون فرق میکند و هم خطشون، اینها آمدن برای آنکه از این بنبست کمونیکاسیونی، بنبست فرهنگی، علمی خود را برهانند، به شدت آموختن زبان انگلیسی و روسی را راه اندازی کردند. در ارمنستان زبان روسی، در گرجستان زبان انگلیسی. با این راه میخوان خود را از این بنبست برارن. ما در تاجیکستان چیکار کرده ایستادیم؟ نه زبان انگلیسی به حدی کافی درس داده میشود، نه زبان روسی، و ما علیه زبان خط فارسی یک سیاست کینه‌توزانه راه اندازی کرده از حکومت و ماندیم در همون یک دیگ خطی کریلیک میجوشیم که نه کسی رو ما رو خوانده میتواند و نه کسی ما رو میفهمد. بنابر همین من شدیداً طرفدار آن هستم که ما باید هر چه زودتر به گذشتن به یک خط دیگر باشیم. اگر کسانی که واقعا این حکومت حاضره یا هر کسی دیگر با خط فارسی دشمنی دارد، مشکلی دارد، خب بیاد پس شما خط چینایی رو بگیرید، نه زبان تاجیکی رو، اصلا با زبان چینایی بگذارید، با زبان اسپانی، با زبان عربی یا پورا با زبان روسی، به هر زبانی که ما رو از این بنبست بیرون میکند. اگر واقعا هم دشمن زبان فارسی هستید، اما یک بار فکر کنید که همین زبان فارسی، خط فارسی، زبان خودمان، خط خودمان 1000 سال، بیشتر از 1000 سال با همین خط و زبان
زندگی داریم، تولید کردیم، ایجاد کردیم. خب چی مشکلی دارد؟ خب اگر چند تنبلی هست که نمیخواهد زبان خط فارسی را بیاموزد و آنها در قدرت هستند، ملت که همونا نیستند. ملت دیگر است، آینده ملت دیگر است. بنابراین ما باید هر چیز زودتر باید در این مسئله یک تصمیم جدی بگیریم و پیمان ملی هم این برنامه را دارد. ما یک باره نباید وارد یک خط دیگر شویم، بلکه یک برنامه میانه مدتی حداقل 15-20 ساله را برای ملت پیشنهاد کنیم که از این شروع کرده از اون به بعد خط فارسی به طور جدی آموخته شود. ما یک مرحله 2 خطی و 2 زبانی را سپری کنیم. بعد از اون ان شاء الله که همه به وقتی که به خط فارسی پره گذاشتند و راحت دیگر نوشتن و خواندن شد، ان شاء الله که بعد از اون می شود کاملا به خط فارسی گذاشت. سلامت باشید برادر عزیز.